نام من سلاوا است. از جنوب غرب روسیه هستم. از امسک سایبریا هستم. عیسوی بودم. ارتدوکس روسی بودم. شخصا یک یا دو بار به کلیسا رفتم. برای بار اول عیسوی بودم، اما با مرور زمان فکر کنم تغییر کرد، چون وقتی که به لندن آمدم فکر کنم عیسوی پروتستان شدم، به خاطر که در اتحادیه خدمات کلیسای مکتب بودم. در آنجا آواز می‌خواندم و کارهای دیگر انجام میدادم. چیزی که مرا به سوی اسلام کشاند و من او را بارها تکرار کردم، به خاطر که یک سوال را چندین نفر از من پرسیدند و مرا به فکر انداختند. اما به طور عموم همین سوال مرا به فکر کردن وادار کرد. زمان پرماجرایی بود. اتفاقات عجیب رخ میداد. فامیل ما مراحل مختلف مالی را در زندگیشان امتحان میکردند. چیزی برای گفتن وجود نداشت. حساس ترین زمان را همه چیزی خوب بالایشان میگذراندند. اما بدترین چیز درباره خودم این بود که درباره گذشته فکر میکردم. سردرگم بودم. با خود فکر میکردم که یک قسم زندگی کردن ناممکن است. چیزی به ذهنم نمیرسید و هر شب و هر وقت درس ما خواب بود و هر چیز بدتر و عقب مانده‌تر میشد. در سالهای 2005-2006 در لندن بودم، یعنی پس از حمله تروریستی بالای لندن بود. به طور عموم به خاطر رویداد 2001 لندن درباره اسلام تعبیر خوبی نمیکرد و من میفهمیدم که این درست نیست. کسی نباید چنین تصویر را درباره اسلام که کاملا متفاوت است به نمایش بگذارد. مشکل یا در اینها یا در آنها وجود دارد. حتما سوء تفاهمی وجود دارد که کسی متوجه نیست. من یک شخص دامنگیر هستم. وقتی که کسی بگوید که کاری نکن، دهها راه را به خاطر اشتباه ثابت کردن آنها پیدا میکنم. پس من تصمیم گرفتم تا بفهمم که حقیقت دین درباره چیست. هیچ فشار بالایم نبود تا مسلمان شوم. فقط معلومات باید شد. پس از تجربه کردن رمضان خواستم شروع کنم. با خود عهد کردم اگر کامیاب شوم این امتحان را سپری میکنم. من کاملا در آرامش قرار گرفتم. بسیار راحت بودم. بله، گشنه می شدم، خسته بودم، اما کاملا راحت بودم و آرامش داشتم. هیچ چیز در دنیا نمیتونه اینقدر آرامش بده. و من فهمیدم اسلام تونست به من یک قسم احساس خوب بده. من در مسجد مرکزی لندن بودم و به فکر بودم که چه رقم با مردم یک جای شوم و چه رقم روزه بگیرم. من انجام دادم. من نمیتونم احساس خود را بیان کنم. قسمی که پیش می رود فکر میکنم که بهترین نوع قدردانی است. مرا در راه درست قرار داده است. تمام نگرانی های من خودشان را نمایان نساختند. بزرگترین نگرانی من بعد از اسلام آوردن والدین ما بودند که آنها چطور رویه میکنند، دوستانم چطور رویه میکنند، افرادی که مرا میشناختند، بخصوص هم‌اتاقی هایم که یکی از مهمترین اقامتگاه ما بود، آنها بعد از اسلام آوردنم چطور رویه خود کردند. تمام دوستای گذشته من وقتی که فهمیدن که واقعا مسلمان شدم، از دور شدن آنها نگران بودم. همگیشان ترک کردند. حالا نگرانی من این است که اگر دوستانم خبر شوند من مثل آنها نیستم و مردم چی خواد فکر کنند که من بیشتر وقت خود را در مسجد سپری میکنم. اکثریت مردم سوال میکنند که چرا مسلمان شده؟ بعد من میگم شما چطور دینی را متهم کردن میتونید که هر قدر همراهش باشید به همان اندازه آرامش پیدا میکنید، خود را میشناسید و درباره هر چیز فکر کنید به دست میآورید. چرا آدم زودتر مسلمان نشود؟ حالا من مسلمان شدم، شخصیت واضح و راهنمایی بسیار واضح دارم. 9 سال پیش وقتی که مسلمان شدم نصف چیزها را نداشتم که حالی دارم. هر صبح وقتی که بیدار میشم یک موضوع اسلامی را در موبایل خود میبینم. همیشه دقت میکنم. اگر وقت داشتم آنها را دانلود میکنم. اکثر بیانات علمای اسلامی را برای خود ذخیره میکنم. بسیار خارق العاده است. معلومات زیاد قابل دسترس میباشد. شخصی را پیدا کنید که تصور میکنید دوست شما است. با آنها شریک بسازید و با آنها بگویید که من این کار را میکنم. بسیار استرس دارم. اگر یک نفر مناسب هستین ترس مرا دور کنید. به ما باور کنید بیشتر از تصورتان با شما همکاری میکند. آنها همیشه به خاطر راهنمایی شما حاضر هستند و برای شما پناهگاه پیدا کنند، به خاطر که آنها مشکل شما را درک میکنند و به شما کمک میکنند. باید داشته باشید اگر کسی را پیدا کردین که میخواست مسلمان شود و اگر او را راهنمایی کردین، پس بسیار کار خوب را انجام دادید. شرط میبندم که برای شما انسان‌های خوبی وجود دارد.